بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، این قبرستان که ما آمدیم این قول ابچکان است. قول ابچکان جایی است که به هزاران مسلمان اینجا دفن هستند و حتی در اون قسمت پایان که شما میبینید اون زیر مسجد اون زیر مسجد نایب سالار عبدالوکیل است. این دستمکه است نه؟ این مسجد نایب سالار عبدالوکیل است. از این بالاتر این طرف که باز می اون زیرا کنو چیزا که معلوم میشه اون موتر سفید تیر میشه نه؟ این طرفش این موترها که ساده است، این طرفش قبر ترکی هست و حتی ترکی که میگفت من رهبر خلاق هستم و هم قبرش همینجا هست و هزاران انسان دیگه هست. به هر صورت انسان مرگ است و مرگ بالاخره ناگهان میایه و انسان میمره. لکن بعضی کارهایی که در قبرها میشه این کارا سمت کردن قبرستان برای متوفا چی فایده داره و از نگاه شریعت اسلامی این غیر مشروع هست و بسیاری از قبرها را جور میکنن و شما سعی کنید. متاسفانه قرآن عظیم شان کتاب با عزت است که یک مسلمان باید عزت قرآن بکنه. بیاین که من براتون نشان بدم در این قبرستان. این شما سعی کنید آیات قرآن ولم یولد، حتما اینجا آیاتی از قرآن بوده و این نوشته شده. بله قل والله احد بوده و این بالایش هم اینه آیت. خب آیت درست است برای یک مسلمان که آیات قرآن در این چیزا نوشته بکنن و این آیات قرآن به این شکل کسایی که احساساتی برخورد میکنن و این بیادبی در مقابل قرآن نیست. یک قسمتش اینجا افتاده و این در زیر پایا میشه و اینجا دیگرایش است که خدام از کدام قبر کنده شده. این آوردن اینجا ماندن ارنشست قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد و این زیر افتادگی هست. و در این قبرستان حتی روزی بود که من خودم به چشم خود دمیجا آمدم دیدم، از همینجا تیر میشدم که در این همینجا دیدم که در یکی از قبرها که آیت قرآن نوشته است در اونجا یک حیوان دیدم. شما میفهمین که بعضی حیوانات مثل سگ‌ها عادت دارن وقتی که باول میکنن اونا باز پای خود بلند میگن در یک جای بلند و ما به چشم خود دیدم که در اینمت یک سنگ بود و سگ استاده هست و دی باول میکنن. آیا از نگاه شریعت اسلامی همین درست است که مثلا در اینجا نشست انا لله و انا الیه راجعون؟ اینمی توهین و تحقیر قرآن عظیم شان و بیادبی و هزل در قرآن عظیم شان بالاخره انسان سبب کفر انسان میشه. ولی متاسفانه به هزاران سنگ اینمی قسم هست که اینجا افتادگی است و مردم یادتشان شده. از این خاطر کسایی که در این کار میکنه هم برش گناه بسیار بزرگ است و کسایی که را جور میکنه برش گناه بزرگ است. و ای که مثلا این قسم ساخته شد و سگ‌ها باول بکنن این خودش سبب ازی میشه که بالاخره انسان سبب ازی میشه که توهین و بیادبی در مقابل آیات قرآن کرده. به این خاطر دوستای عزیز ما امیدوار هستم که ما و شما مسلمان ها این گپا را در نظر داشته باشیم. مرگ حق است، سر هر کس میه. اینمی قبرم که شما سعی کنین اینمی زیر از همین هم یک انسان است. کسایی که از مرگ خود بیخبر هستن اینمی روز در زیر نمی خاک انسان دفن میشه. ولی چی به درد میخوره؟ اعمال صالحه انسان. اما ای که مثلا انسان مسلمان با قرآن توهین بکنه و آیات قرآن در اینجا نوشته بکنه این کار بسیار زشت است و امیدوار هستم الله ما و شما را توفیق نصیب بکنه که از این بیادبی در قرآن صرف نظر بکنید. اینیا بازم خانهشان آباد، حداقل اگر شریعت تطبیق نکردن سمت هم کرده اینه باز اینجا اینه آیات قرآن نوشته هست و این قبر تمام روز لغت میشه و از بین میره و آیات قرآن سبب چی میشه؟ برای یک مسلمان کجا اجازه هست که باید این قسم بکنه؟ اینه هو الله، نام الله لبیک. در این هم این آیات قل والله احد نوشته شده و این توهین از به قرآن عظیم الشان. کسی که کار میکنن بسیار بیادبی هست در مقابل قرآن عظیم الشان. و اینجا همیشه حیوانات اینجا صبحی وقتی که از اینجا تیر شوین با ده ها شاید سگ ها اینجا می باشن و تیر میشن
و شب اینجا تیر میکنن و سر از سنگ ها باول میکنن. آیا برای یک مسلمان عقیدهش ایمانش اجازه میده؟ اجازه نمیده. در این آیت الکرسی نوشته است. آیت الکرسی الله لا اله نوشته است الله لا اله الا هو الحی القیوم. خب وقتی که آیت قرآن است اگر یک نفر قرآن توهین بکنه باز ما و شما میگیم که والا فلانی شخص فلانی کس به قرآن بیادبی کرد، لکن این بیادبی نیست که اینجا این کار میشه. از نگاه عقیده اسلامی کاملا حرام و ناروا و ناجایز است. هیچ فایده برای متوفا نمیرسه و این چیزایی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله منع کرده است. حتی از سمت کردن قبر، از جور کردن از او رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کرده. و این که مثلا پول در اینجا مصرف میکنن، آیا اجازه هست که این پول در اینجا مصرف شود؟ یعنی مشکلات است که از نگاه اعتقادی و اینجا اکثرا یارو که سعی کنین در هر جای. خلاص دوستای عزیز، امیدوار هستیم که کسایی که اشتباه را کردن توبه بکنن و این سنگا را ببرن از اقارب خود، دوباره ایره چی کنن؟ پاک بکنن. و اگر همین قسم باشه و دوام بده، وقتی که انسان حق بفهم باز از او قبول نکنه دیگه، این بسیار گناه بزرگ است که بچه خوب میفهمه. حالا خبر شد که توهین به قرآن است. این رو میبینید اینجا دیگه شکستگی این همینجاست. قل هو الله احد الله الصمد. میده شده است، میدگیش توتش خودش اینجاست. یا الله. و اینجا این توته دیگه اینجا افتاده، دیگه هم فهمیده نمیشه. یه هم توته از این است. درست است برای انسان مسلمان از نگاه عقیده توحید، از نگاه یکتاپرستی. خداوند ما و شما را توفیق هدایت نصیب کنه. این بس بند کردن توقع یه هم کدام اساس شرعی نداره، هیچ فایده نداره. این تکیه که در جویزان میکنی، اگه امتکی از به غریب و فقیر و بیچاره بته از استفاده میکنه. این اسراف است. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. نمیتکه برای یک طفل یتیم خوب یک لباس میشد، لکن این آوردن بالاخره با گذشت زمان این تو پاره میشه، توتا میشه و اسراف بیجای.